بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه المسلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نهایت عزیز، حدیثی که در حضورتان عرض کردم، نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید، یک صحابی روایت میکنه که قتاده انصاری رضی الله عنه نام داره، میگه که از نبی کریم صلی الله علیه و سلم پرسان شد از روزه گرفتن در روز عرفه. میگه نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفت که روزه گرفتن در روز عرفه گناه یک سال قبلی انسان و یک سال آینده انسان را میبخشه، یعنی گناه 2 ساله در یک روز روزه گرفتن بخشیده میشه. اینجا چند موارد را ما مختصرا بحث میکنم که در روز عرفه کدام اعمال ضرور هست. اولین چیزی را که ما باید در روز عرفه بفهمیم که روز عرفه کدام روز هست. روز عرفه معلوم دار است که از عرفات گرفته شده. حجاج کرام وقتی میره یک روز به حج میمانه، یک بلندی هست و یکی از رکنهای حج هست که اگر کسی او رکن را به جای نبیاره حج از او قبول نمیشه. در اونجا استاد میشن از اینمی همی روز عرفه گرفته شده. یعنی اگر خلاص بگویم روز عرفه یعنی یک روز قبل از عید قربان را چی میگوید؟ روز عرفه میگوید. این را ما فهمیدیم که روز عرفه کدام روز است. دوم، فضائل این روز نبی کریم صلی الله علیه و سلم، قسمی که حدیث براتان گفتم که نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید که به خاطر یک روز روزه گرفتن در این روز گناه 2 ساله انسان چی میشه؟ معاف میشه. یک چیز دیگه که بسیار مهم است اینجا بفهمین که بعضی اوقات وقتی ایتو احادیث ما میشنویم ما فکر میکنیم که شاید مراد از این گناه کبیره باشه. نه اینجا یادتان باشه که کدام گناه انسان بخشیده میشه. گناه خب دو نوع است، یکی کبیره است یکی صغیره است. گناه کبیره در این روزها بخشیده نمیشه به خاطر از اینکه گناه کبیره از خود شرط و شرایط داره که به چی رقم قبول میشه. که یکی از شرایطشی است اگر او متعلق به حقوق الله بگیره، یعنی حق الله باشه بالای ما باید توبه بکنیم، دوباره او را تکرار نکنیم. این 3-4 شرایطی است که توبه نصوحا میگن. ما تو توبه بکنیم که اول از اونمو گناه پشیمان شویم، دوباره تکرارش نکنیم و وقتی که یاد ما بیاید ما چی باشیم؟ تو خفه باشیم و غمگین باشیم. مثلا ما حقوق العباد چی را میگه؟ یک نفر پیسهش گرفتی، یک نفر غیبتش کردی، یک نفر زمینش غصب کردی، یک نفر آبرویش ریختاندی و غیره و غیره. یعنی حق بنده های الله متعال. ای به توبه هم بخشیده نمیشه، ای به حج کردن هم بخشیده نمیشه، ای به نماز خواندن هم بخشیده نمیشه. ای تو یک انسانی که حق بنده های الله را زیر پای کرده باشه، ولو اگر او در جهاد هم شهید شوه باز هم این حق الله متعال برش نمی بخشه. به خاطر ازی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید که او انسانی که در راه الله شهید میشه تمام گناهانش برش بخشیده میشه الا دین، مگر قرض بر ازی بخشیده نمیشه. به خاطر ازی که این قرض حق بنده الله است نه حق الله. تا او بنده الله او را نبخشه الله متعال او را هرگز نمیبخشه. پس این ما باید متوجه باشیم که گناه 2 ساله ما به خاطر یک روز روزه گرفتن عرفه بخشیده میشه، اما کدام گناه صغیره باشه. یک دیگه ای که گناه باشه که مربوط به حق بنده های الله نشوه. این انشالله تا اینجا ما شما فهمیدیم. دیگه ای که مهمترین چیز دیگه ای که در روز عرفه هست اویی است که ما شما
در درس گذشته ما گفتیم که در مورد 10 ذوالحجه وقت بحث کردیم. اینجا یک مورد دیگه که ضرور است یاد ما رفت و این است که اینجا یادآور میشم، چرا که این هم در روزهای اینمی 10 ذوالحجه باید صورت بگیره. و این است که یک انسانی که نیت قربانی را داره وقتی که ماه ذوالحجه داخل شد دیگه باید اون ناخونایش هم کم نکنه، مویایش هم کم نکنه. یعنی نه ناخونایش کوتاه بکنه نه مویا عام است، از هر جای بدن اگر سرش باشه ریش از هر جایی که هست باید دیره کم نکنه. این ثواب داره. چی داره؟ این ثواب داره و افضل و بهتر است. این حالا ما میگیم نه، شما شاید در فیسبوک ها ما شاید در روزا بشنوین که وقتی یک انسان نیت قربانی را داره 9 روزی که بعید مان روز دومش خودی قربان میه باید چی نکنه؟ ناخونایش کوتاه نکنه. این حدیثا را شاید شنیده باشه در روزا. حالا علت از چی است؟ چرا این کار ما میکنیم؟ علما 2 وجه و 2 حکمت از این را بیان کرده. یک، این روزها آنقدر پرفیض و پربرکت و پر از رحمت‌های الهی است که میگه الله متعال اینقدر رحماتش سرازیر می باشه که از باران کده زیاد. درست است؟ به خاطر از این وقتی که اینمی ناخون قطع شوه اینمی از اون رحمت میمانه. چی میشه؟ این موی اگر از بدن انسان جدا شوه این از چی میمانه؟ از اون رحمت و مغفرت الهی چی میشه؟ میمانه. به او خاطر الله متعال پیامبر صلی الله علیه و آله ما را امر کرده که وقتی این روز آمد شما ناخونایت کم نکنین و مویایت کم نکنین، به خاطر از اینکه هر عضو تو بخشیده شوه. هر عضو تو چی شوه؟ بخشیده شوه. یعنی از موی سر گرفته تا به شست پای هر عضو انسان چی شوه؟ مغفرت شوه، بخشش شوه. یک. دوم حکمتش علما بیان کرده وقتی که حجاج حجش شروع میکنه و احرام بسته میکنه از اینمی روز بسته میشه. از روز چی؟ اول ذوالحجه شروع میشه. وقتی که اونا در احرام هستن و ما و شمایی که اینجا هستیم در حج نرفتیم. درست است؟ اونا را الله متعال زمینه را برش مساعد کرده که اونا رفتن در حج و ما و شمایی که در اینجا هستیم این زمینه بر ما نیست. علما میگه وقتی که انسان ناخونش قطع نمیکنه، کوتاه نمیکنه، درست، و مویاش کم نمیکنه، الله متعال اونمو ثوابی را که به او حاجی دو جمعیته ایجا برای این نفر که حج نرفته برای هم میته. چقدر یک فضیلت زیاده. او ثوابی که برای حاجی در اوجا داده میشه او ثواب بر تو در کجا داده میشه؟ در افغانستان اگر هستی، اگر در پاکستان هستی، اگر در هر جایی که هستی الله متعال میگه اونمو ثوابی که به حاجی میته اونمو را بر تو میته. و یک چیز دیگه که خیلی مهم است در روز عرفه او شروع میشه وی است که تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق چی را میگه؟ این را توضیح میکنیم در چند نماز خوانده شده. اینا را کلش ما شما باید قبل بدانیم. درست است؟ طوری که این روزها بر ما کم مانده آمادنی هست. تکبیرات تشریق خود شما میفهمین که اینمی تکبیرات است: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. از چی وقت شروع میشه؟ روز عرفه را خود گفتیم. روز عرفه یک روز قبل از عید است. درست است؟ اونمو روز وقت نماز صبح میخوانیم اینمی تکبیرات ما باید چی بکنیم؟ شروع بکنیم و بخوانیم. خود چند دفعه بخوانیم، در چند نماز بخوانیم. درست است؟ اینی را ما باید بفهمیم. اول اینمی تکبیرات یک دفعه گفتنش به صدای متوسط. خیلی مردم دایی کوتاهی میکنه، اینا نمیخونه به صدای متوسط، یعنی اینقدر بلند نشه که بیخی بلند باشه. مثلا نماز وقت خوانده شد کلگی امام مقتدی هر کسی که است الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، یک دفعه واجب. اما دفعه 3 مرتبه سنت یا مستحب، یعنی ثواب داره اگر 3 مرتبه ما بگوییم. آیا زنا هم باید ایره بگوی یا نگوی؟ بله زنا هم باید ایره بگوی، اما به صدای چی؟ آهسته. بعد از هر نماز گفته میشه. بعد از نماز صبح روز عرفه شروع میشه تا 4م عید بعد از نماز دیگر که مکمل چند نماز میشه؟ 23 نماز میشه. روز عرفه 5 نماز، روز اول عید 5 نماز، 10 نماز شد. روز دوم عید هم 5 نماز، چند نماز شد؟ 15 نماز. روز سوم عید هم 15 خود شد، نه دوم عید صحیح شد. روز عرفه، روز اول عید، روز دوم عید و روز سوم عید چند دفعه میشه؟ باز 20 دفعه میشه. نه، روز 4م عید نماز صبحش هم باید بگویم، نماز پیشین هم بگویم و نماز دیگر که مکمل چند میشه؟ مکمل 23 نماز میشه. و حکم از چی است؟ واجب است. اگر کسی را نمیخوانه باز گناهگار میشه.
درست است. این اگر در جماعت باشه یا بدون جماعت باشد باید این تکبیرات باید بگوید. زن، مرد، هر کسی، مسافر، هر کسی که هست باید این تکبیرات بگوید. با جماعت نماز میخونه، بدون جماعت میخونه، حتی نمازش اگر قضا میشه بعد از اینکه او قضایی را میاره بازم باید این تکبیرات چی بگوید. صحیح است؟ تکبیرات تشریقه. ان شاء الله این هم ما و شما فهمیدیم. خب یک چیز آخری رو میگیم باز انشالله بس میکنیم. این تکبیرات تشریق از کجا شروع شده؟ اصل از این از کجا هست؟ در بحر رائق یک کتابی است که در اون نوشته است وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام، در شامی هم یک کتاب فتوا است در اون هم نوشته است و در بحر رائق در اون هم نوشته است. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام آماده بری شد که پسر خود را قربان بکنه در راه الله، درست است، و آماده به شد که اون کار را کشف بکنه و او را قربانی بکنه، در اینمیج حضرت جبرائیل علیه السلام آمد میگه یک گوسفند آورد. وقتی گوسفند آورد از اون دور گفت که الله اکبر الله اکبر. میگه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی حضرت جبرائیل علیه السلام دید گفت که لا اله الا الله والله اکبر. و وقتی که حضرت اسماعیل علیه السلام از اینمی امتحان کلان الله متعال بد شد و کامیاب شد در این امتحان و او گفت که الله اکبر ولله الحمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.